گیری گوگوش با محمود قربانی در مورد طلاقشون و ارتباط گوگوش با بهروز بوسوقی بود. در مورد حوادث زندگی مرتضی تکیه هم افسانه هم واقعیت در هم آمیخته است، مثل خیلی از گندلات‌های قدیمی. کتاب خاطرات محمود قربانی به قلم فرزانه دلجو در آمریکا منتشر میشه که به تهران هم رسیده بود. توی اون کتاب نوشته شده بود قبل انقلاب صاحب هتل و کاباره میامی در خیابون ولیعصر محمود قربانی بود که با وجودی که هنرمندای مشهوری هر شب تو کاباره اون روی سن میرفتن، اما خودش بیشتر از همه نامداران مشتری داشت. قربانی خاطره رو اینجوری تعریف میکرد که در منزل تیمسار هدایت تمام بزرگا و بزن بهادرهای تهران جمع بودن و همه میدونستند که این افراد بدون نوچه هاشون جایی نمیرن. محمود قربانی که از رابطه بهروز و گوگوش با خبر شده بود، دنبال بهونه بود که بهروز رو خراب کنه و کی بهتر از اکبر میرزایی، لات و لومپن و نوچه صاحب کاباره. مرتضی تکیه اما